در بوی بهار جان و مهر این ماه شریف رمضان هم که بهار دامد بهت فصل خوبه بهار خوش رو کرده که ما دوست مراجعه کجا باشد دوست مراجعه پیدا کنم اکو یا پولش بتونم یک گوسپند خریده بیاره در این ماه شریف رمضان اخی یک گوسپند گوشت گوسپند بخوریم یک قوت کنیم اخی دوست مراجعه دوست مراجعه کلک ها کجا ده یا ایسا بیا که ها چوکا اتاق فایده کردی اینجا بیا دوست مراجعه دوست مراجعه سازه تنجه چیکار کردی اینجا هیچ همه هزمو رو همشه جو بجا کردم هزمو رو تل کردی انا کن دوست مراجعه این ماه شریف رمضان آمد ما تو را پول میتونم گوش کن یک تا گوسپند بار داغ خوش رو بخور بیار نصیب باشه هم نان میکنیم هم ماندگی شاخی ماه شریف رمضان کم دوبریده انداخته آقا میخوریم فهمیدی آخه گوسپند؟ یک گوسپند بار داغ کلان خوش رو بخور بیار نصیب باشه هم نان میکنیم هم ماه شریف رمضان میخوریم من کاکا جمعه بزرگ هفته سکو میرم حرکت کن مال میرم قدر بچه جانمه یه بچه ما علاقه کلا شده با عقل شده که خودش میدانه آخه دوست مراجعه لیکن همه خدا بوترتا نمیگه بچه کی من گوسپند خری رفتم دیگه میگو سوی بش برای چی گفت که انا میخره بخر بوی میشی بوی خیلی اوتام گفت که گوسپند بخر حال یه زمانی شده که این گوسپند میخری میره با لیکن این خر میمونه خر برای بوی میکنه خرکو خر در خواب ببینی خر مراد نمیگن در خواب ببینی آدم بوی میشی اوتا بیا آمده دوست مراجعه دیدی اوتا خرا دیدی اوتا دیدی اینه قرآن که اگر من تو را گفتم که گوسپند بخور تو رفتی یک خر خریده آورده گوسپند خورده میشه این خر خوردن نجابت داده اوخی اوتا سر سامانش هم بست چه خب سر سامانش هم من تو را یک بچه با عقل گفته رای کردم من تو را بچه با عقل گفته من تو را پول دادم که برای یک گوسپند بخور یک گوسپند بارداقه بیاد اینجا نان داره گفتم من تو را گوسپند گفتم تو رفتی یک خر آورده خر خوردن نجابت رفتی خر حرام گرفته آورده اوخی اوتا این صاحبش میدونی چی گفت چه گفت آخه خوردن نشه آخه اوخی گفت که نبی یه سال پس گفت تو را بوی میکنم برای هم خریدی چی میکنه؟ یه سال پس بوی میکنه همین خر تو را بوی میکنه؟ یا اینه لرم قرآن که اگر چی تو دا این خر آینده بلاگر میشه بوی میکنه